سلام خدمت عزیزان، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. امروز اومدم در مورد یه موضوعی باشون صحبت که نمیدونن که دیسک کمر دارن یا اینکه سیاتیک. خب همونطور که گفته بودم آرزه‌ای به اسم آرزه دیسک کمر وجود داره که از ناحیه کمر به وجود میاد. معمولا کسانی که درگیر آرزه دیسک کمر میشن قسمت سرینی و قسمت کل پا، هر دو پا رو ممکنه درگیر بکنه، حتی راه رفتن رو براشون سخت بکنه، قسمت روده و مستانه رو درگیر بکنه و خم و راست شدن براشون خیلی شدتشون پردرد و خیلی سخت میشه. به همین دلیله که در قدم اول ما میگیم که مراجعه کننده پیش دکتر مربوطه بره تا تجویز درست انجام بشه، تا ما میتونیم کار درستی رو براشون برخلاف دیسک کمر، عصب سیاتی که بلندترین عصب بدن محسوب میشه از قسمت نایه کمر از 5 تا ریشه تشکیل میشه. 5 تا ریشه‌ای که از قسمت نایه کمر به قسمت خاجی و پایین بدن اشاره میشه کرد. از قسمت کمر به قسمت سرینی و زیر عضله پیریفورمیس پشت ران ادامه پیدا میکنه. از قسمت پشت ران و پشت زانو به 2 شاخه تقسیم میشه. شاخه اول در قسمت پشت ساق پا، پشت پا و کف پا و شاخه دوم در قسمت روی پا و انگشت. در قسمت دردهای شدید سیاتیک میتونیم به این اشاره بکنیم که حالتی میتونه باشه که شدت درد اینقدر بالا رفته باشه که پاشنه پا رو نمیشه پایین گذاشت و افراد روی انگشتان پا معمولا راه میرن. و اثر دیگه حالت بی‌حسی و گزگزی به پا میده و دردهای سوزنی ایجاد میکنه. برای وقتی که برای من گذاشتین سپاسگزارم. به امید دیدار.